بسم الله الرحمن الرحیم. اما حسن هستن، دوچرخه سوار بین المللی. الان برای زیارت اربعین با دوچرخه تشریف بردن برای زیارت و الان برگشتن. برای بار چندمینه که دوچرخش پنچر شده و بازم مطابق معمول اما حسن به تنهایی داره دوچرخه‌شو پنچرش میگیره و لاستیکشو درست میکنه. اگه همه ما همت اما حسن رو داشتیم و میتونستیم با یه دوچرخه دور دنیا رو بگردیم و پنچریش رو بگیریم، واقعا چی میشد؟ میتونستیم اربعین به تمام دنیا صادر بکنیم و بگیم شیعیان امام حسین و امام علی علیه السلام چه آدمای با همتی هن که با یه دوچرخه دنیا رو میگردن. لباس تنشون پرچم کشورمونه، دلشون با ابا عبدالله و پاهاشون به خاطر اشاعه فرهنگ حسینی هزاران کیلومتر رکاب میزنه تا بتونه به همه نشون بده امام حسین چقدر عظیم و بزرگه. متشکرم از اما حسن، خدا نگهدارت باشه. دوچرخه سوار بین المللی.